آیا میدونستی غذایی که فکر میکنی سالمه اما سالم نیست؟ وقتی میگن فلان غذا رژیمیه ما هم خیال میکنیم دیگه بدون شک سالمه، ولی واقعیت اینه که خیلی از این غذاها یه لیست سیاه مخفی دارن که پر از قند، چربی‌های پنهان یا مواد نگهدارنده که اصلا حال آدمو خوب نمیکنه. امروز میخوایم با هم چند تا از این غذاهای به ظاهر سالم رو بشناسیم که شاید تا الان فکر میکردی خیلی مفیدن. از شماره 10 شروع میشه. گرانولاهای آماده، بمب قند مخفی. گرانولا پر از عسل و شیره است که بعضیاش از یه شکلات تخته‌ای هم قندش بیشتره. شماره 9 آب میوه‌های 100% طبیعی. نه عزیزم، حتی اگه قند اضافه نشده باشه قند طبیعی خودشو داره که وقتی زیاد مصرف شه همون بلا رو سرت میاره که نوشابه میاره. شماره 8 ماستای میوه‌ای رژیمی. دوست من گول نخور، پر از قند افزوده و اسانس و رنگ مصنوعیه که اگه بدونی از خوردنش پشیمون میشی. شماره 7 نانهای سبوسدار صنعتی. همش تبلیغه، خیلی هاشون سبوس مصنوعی دارن و قند و نمک زیادی بهش اضافه کردن که خوش خوراک شه. شماره 6 سس‌های کم چرب. باور کن فریبن، چربی که هضم میشه طعمش میره و مجبور میشن با قند و نشاسته زیاد جاشو پر کنن. شماره 5 چیپس‌های سبزیجات. رنگ و لعاب داداش، خیال میکنی چون نوشته سبزیجات سالمه اغلب با روغن‌های هیدروژنه و نمک زیاد درست میشن. شماره 4 بیسکویت‌های رژیمی. شوخی نکن، بعضیاشون یه عالمه آرد سفید، قند پنهون و مواد نگهدارنده دارن. شماره 3 بارهای پروتئینی آماده، بمب قند و کالری مخفی. اگه دقت کنی بیشتر شبیه یه شکلات بار شیرین هستن تا یه غذای سالم. شماره 2 سالادهای رستورانی. پشت صحنه وحشتناکه. سس مایونز، پنیر پرچرب و نون تستای سرخ شده اضافه کاری میکنه سالادت از یه همبرگر چرب‌تر شه. شماره 1 قهوه‌های فوری لاته و کاپوچینو. دیگه نگم از اینا، پودری که میریزی پر از قند، خامه مصنوعی و چربی‌های ترانسه. خلاصه اینکه هر چی روش نوشته رژیمی یا طبیعی کورکورانه قبول نکن. برچسب مواد اولیه رو بخون، شک کن و انتخاب هوشمندانه داشته باش. اگه این ویدیو به کارت اومد و دوستش داشتی ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی، نظری داشتی بنویسی و کانال رو سابسکرایب کنی.